بودن یا نبودن، مسئله این است. سلام سلام سلام، امیدوارم هر جا که هستید سالم و پیروز و موفق باشید. من پوریام و به چنل دسپو خیلی خوش اومدید. داستان امروزمون راجع به یک آدم مرموز، عجیب و شگفت‌انگیزه، کسی که وجودشو انکار میکنن و بعضی‌ها اونو به عنوان بزرگترین نویسنده تاریخ میشناسن و اون کسی نیست جز ویلیام شکسپیر. جناب ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس، شاعر و بازیگر انگلیسی که البته هم یه کوچولو تجارت کرده. یه کوچولو. توی قرن 16 میلادی در استرافورد انگلستان به دنیا اومد. آقای شکسپیر درست حسابی درس نخونده و از دوران نوجوانی گفته که توی مدرسه ولی با این حال فرد فعالی بوده و آثار و موفقیت‌های هنری و تجاری زیادی داشته و همین دلیل به مرد فراتر از زمان خودش معروفه. ویلیام آثار زیادی داره که میتونم به شاه لیر، تاجر ونیزی، همیلتون مکبث، رومئو و جولیت. البته اصلی ترین دلیل موفقیت شکسپیر تئاتر گلوب بوده که آثارش هم توی این تئاتر محبوب به نمایش گذاشته شده و خیلی ازش استقبال شده. البته اینم یادمون نره تئاتر موفقیت بزرگی برای شکسپیر بوده، ولی شهرت اصلیش برمیگرده به شخصیت‌های عمیق داستان‌هاش و زبان ادبی که به کار می‌برده که هنوزم مثلش رو کسی نتونسته خلق کنه. حالا میرسیم به جای باحال داستان. آقای شکسپیر 18 سالگیش میره قاطی مرغا. آره دیگه، بزن و بکوب و و یکی از پایه‌گذاران صنعت شوگر بوده، شکر نه، شوگر، و با خانومی که ازش 8 سال بزرگتره ازدواج کرده. ولی قضیه اینجا تموم نمیشه. آقای ویلیام قبل از اینکه ازدواج کنه یه سری شلوغکاری‌ها کرده که خانومش موقع ازدواجش باردار بوده و بعد از 6 ماه اولین فرزندشون به دنیا میاد. ویلیام در کل دوران زندگیش صاحب 3 فرزند میشه که یکیشون در سن 11 سالگی از دنیا میره و میمیره. حالا نوبت یکم صحبت‌های عجیب غریبه. با وجود همه اینا اسناد و مدارک زیادی راجع به شکسپیر وجود نداره و این باعث وجود یه سری نظریات و تئوری‌ها در مورد شکسپیر شده که میگن شکسپیر لقب یکی از شاعرهای زمان خودش بوده و کسایی که بهش مشکوکن در این تئوری ادوارد درو و فرانسیس بیکن. و دلیل این تئوری ها اینه که آثارشون خیلی شبیه به آثار شکسپیر بوده و همچنین گفته میشه که آثار شکسپیر رمزگذاری شده و همشون معنی خاصی دارن که دیگه از اسمشون مشخصه، تئوریه. ویلیام شکسپیر در سن 52 سالگی در سال 1616 فوت شد و آرامگاهش در کلیسای مقدس ترینیتی قرار داره که به سفارش خودش روی قبرش یک متنی رو نوشتن که قبل از اینکه اون متن رو بخونم ممنونم که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردی. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشی. اگه چیزی مد نظرت راجع به ویدیو دیگه کامنت کن، ساده است، نظرتو بگو و لایک و اینا هم که فراموش نشه. و چیزی که ویلیام روی قبرش نوشته: تو را به مسیح از کندن خاکی که اینجا در بر گرفته دست بردار. خجسته باد آن که از این خاک فرو گذارد و نفرین بر آن که استخوان‌هایم بردارد.
فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.